شاعران بزرگ ما شهرت نمیجوستن، مثلا حافظ شهرت نمیجوست و از شهرت بیزار بود، خودش اما کناره میگرفت. و به هر حال میخواستم این لحظه در نزد شما این مصرع ها رو قرائت بکنم و البته مصلحت استادانه شما رو بگیرم. شعر نوشته که گفت اگر لاهوتی حاضر اینجا میمود در پهلوی لاهوتی تو میشنوندم. شاعر شعر بهترینش رو نگفته میمیره. شما به اثر همین دو اندیشه چه فکر رو بیان کرده میتونید؟ نوروز زیروی مهربانی امروز یک لاله قزک در لبک بام افروز. نوروز مرا با وصل یارم برسان، چون روزی وصال داده بر شب و روز. در ادامه نمایش تلویزیون باورستان پیشنهاد شماست محفل دوستداران شعر سخن و محفل دوستداران ادبیات و نفرانی که ما را پیوسته تماشا میکنند میدونند که این واخوری ها با ادیبانی شناخته است و اگر خواهید که شما از صحبت ادیبانی شناخته ما بهره ور گردید و برای خود مصلحت ها گیرید، پس این محفل برای شماست. و مهمان نوبتی که ما به استودیو دعوت میکنیم با معرفی زیاد حاجت ندارند. یکی از ستونهای امروزه ادبیات معاصر تاجیکستان، شاعر خلق تاجیکستان استاد مومن قناعت. مرحبا استاد. شما را به همین محفل دوستداران ادبیات طور در آغاز گفتیم خوش آمدید میگویم و اکثرا در این محفل نورسانی هستند که با ادبیات از خردسالی ذوق دارند و دایر به حیات و فعالیت استاد در تمام ادبیات ها است، در تمام صحبت هایی که طریق واسطه گوناگون اخبار ما استاد داشتند همگان به خوبی آگاهند و همه خوب میدونن که پیرهی ایجادی استاد از همون مکتب اینترنتی که تحصیل کردن از اونجا آغاز شده است. ولی استاد به هر صورت امروز یک چیز دیگر، شما با ادبیات تاجیک بسیار خدمت کردید، یعنی شما را همچون یک از ستونهای ادبیات میشناسند، ولی ادبیات به خود شما چی داد؟ تو ادبیات و دیگر هنرهای زیبا جاری شده است، یعنی که به شکل شو شهرت داد، مقامات داد، شناخت داشت، مسئولیت برای من، یک مسئولیت در گردن من بس که دیگه اما من اجرا کردم و امروز هم اجرا میکنم دیگه، علاج نیست. در مورد شهرت خود شما استاد شهرت رو چگونه قبول میکنید؟ شهرت هر خیر میشد، مثلا شاعران بزرگ ما شهرت نمیجوستن، مثلا حافظ شهرت نمیجوست و از شهرت بیزار بود، خودش اما کناره میگرفت از مردم و از همه کناره میگرفت خودش. مولانا هم شهرت نمیخواست، فردوسی هم شهرت نمیخواست، او میخواست که شهرت گذشته مردم آریایی زنده کند. شاهنامه رو به همین خاطر نوشت، برای خودش ننوشت. یعنی که هر کسی که کاری بزرگی کرده بود برای خودش هیچ کس کار نکرده. استاد علی هم برای خودش چیزی ننوشته است. و اونایی هستن که از هر کار فقط تنها شهرت میخواهند، یعنی که شهرت و شناسایی و یک نوع قبولی اگر یک قشن جامعه قبول کند اگر برای اونا کفایت میکند. ایجادکار شهرت نمیجوید، شهرت از قفای ایجادکار میاد، از دنبالی و همچون سایه. تا کورس چون در دانشگاه دولتی میخواندم، تا اتفاقی نویسنده داره دو ایستگاه بود با ترالیبوس، یکی نامودم یگان بار غرم شعر می نویسم، معلم منو میشناختم و همه سراغ میکردن که همون گجا شد. بعد یک بار 3 شعر نوشتم، آوردم کورس 4 آمدم و بعد شعر را آوردم و خواندم که شعر مرکب برای سن سال خودم بسیار مرکب، نه خیلی مثنوی خواندگی و حافظ خواندگی در دانشگاه ملی. بله. غوطه زدیم در اونجا در علم و در عروض و در هنر شعر و نظریش و عملیش. بعد که خواندم، بعد غفور میرزا در لیتینسو در مسکو میخواند، تعطیل آمده بود. بعد گفت که عبدالغفور اینجا بیاید، گفت یک شاعر آمدگی شعراش کنیک وای کنیم. بعد خواندن گفتن که غفور اونجا به شعر ریالیستی، شعر زندگی یاد میدادن در انستیتوت ادبی ماکسیم گورکی در مسکو. اینجا ما حالی نمیدونستیم چگونه شعر گفتن در کار. شعر اون دوره میدونید که شعر تبلیغی و تشویقی بود، یعنی که شعر تا جای سیاسی بود. ادبیات ریالیستی بود. ریالیستی سوسیالیستی بود، حتی ریالیستی هم نه، سوسیالیستی. به این خاطر بعد همون شعر رو که خواندم، بعد غفور خواند و گفت که کورس چند میخوانی؟ گفتم کورس 4 در دانشگاه. گفت که خیلی قدر ادبیات بسیار خوانده باشی، اگر زبان عربی و فارسی هم نمیدانی. گفت که شعرت برای سن سال خودت موافق نیست برادر.
دانشجوی شعر نوشته که گفت اگر لاهوتی حاضر اینجا میمود در پهلوی لاهوتی تو میشنوندن. شعر تا 30 سال به کلانتر و بهتر است در گیر ماند. به خاطر گفت که کمک موافق 30 سالش هر کس باید شعر گوید. به خاطر طبیعی میبرد، صمیمی. بغیر از این ملاقاتی که در این طریق تلویزیون داریم، در اتحادیه نویسنده ها هر سال باید کورس کنفرانسیه ادیبان جوان میگذارونیم. اونجا با اشتراک کنید که اونجا ما با تفصیل گپ میزنیم. اثراتون خوانده از روی یعنی که دقیق و روشن صحبت میکنیم، یعنی که روی تحلیل‌های مفصل میشه. بله، اونجاست که صحبت‌های مفصلی طولانی میشد، خیلی طولانی و چند روز، یک هفته میشد اونجا. بزرگمهری بهادر هستم و چند اندیشه های بزرگان رو درباره شعر و شاعری میگویم و میخواهم فکر شما رو در اطراف همین اندیشه های بزرگان فهمم. یکی از آن اندیشه ها اندیشه پوشکین است که میگوید شاعر همان لحظه شاعر است که وی آن وقت شعر مینویسد، یعنی که با تفکری وی مصرع‌ها شعر پیدا میشه و نوشتن سر میکند. در همان لحظه ها وی شاعر است، باقی مانده حالت ها وی یک شاعری، یک آدمی عادی، آدمی مقرری است. و باز یک اندیشه است که شاعر شعر بهترینش رو نگفته میمیرد. شما به اثر همین دو اندیشه چه فکر رو بیان کرده میتونید دوستان؟ خیلی اندیشه الکساندر پوشکین خیلی شاعری بزرگ بود و شخصیتی بزرگ هم بود در تاریخ. درست است. شعر یعنی که همون چیزی که عارفای ما میگن حالت است. اون چیزی که میگوید حالت است، حالتی باطنیتون و احساسی و همش در مجموع هم حالت ifade میکنید. بیرون از آن حالت آدم خاکی است دیگه. شاعر هم یک شهروند است و عالم هم دیگر هم یک شهروند هستند. دیگه من در تجربه نه آزمودم اینه که من حالی از بس که انشالله که زنده هستم یعنی استاد چون ایجاد دوام دارد، یعنی خود همون شخص هم گم میکنه که شاید حالا اندیشه های خوبتر اما آخری نشه بعد میگوید که عمر وفا نمیکنند یا بعد آدم وای فراموش خاطر که میشد. بعد اما آتش که خاموش شد انرژی، این شاعری انرژی است. اما که تمام شد دیگه گفتن نمیتونه چیزی بزرگ. باز سخن رو سری همون شعری مشهور شما برادرم اگر باز بیاریم رشته سخن رو، شما در اکثر کتاب‌های ادبیات که ما از دوره مکتبخانه خوانده می‌بینیم، یک اندیشه شما در همونجا در اکثر کتاب‌های ادبیات ثبت شده است که من هنگام نوشتن 2 شعرم گریه کردم و یکی از شعرهایم همین شعری است که برای برادرم، شعری برادرم است گفتگی شما. در بسیار محفل ها استاد یک شعر دیگر هم شما خیلی خوب میخوانید، من و شب‌های بیخوابی. این علاقه موضوع دیگر است ولی به هر صورت مثلا اینجا احساسات علاقه دیگر است، میخوام استاد. بله، اونا با شعرهای غنایی عاشقی هم دیگه. بله. بسیار آدم ها وای میکنن که برای کی بخشیدگی و کی با بخشیدگی. گفتم آخه وای معلوم است که برای کی. دیگه نرو خوی سفیدی منو شبای بخوابی و سرودی آخرین برای وای ملکه رحمتی ملکه صابره به خاطر اون که نمون یک دوره شد که شعر تصویری، شعر نو کردن در کار در همون موضوع موجوده و حالت موجوده نو کردن نمیشد، ابجکت دیگر کردن در کار. دیگه برای شعر تصویری نوشتن با رقص تصویر کردن در کار یا پهلوانی یا یگان کاری عملی تصویر کردن در کار نباشد عمومی میبراید. چون استاد در ادبیات معاصر ما به گل بادام ما همین عبارت در ادبیات معاصر ما فراوان استفاده شده است و وقتی که گل بادام گل کرد و برایش برف بارید همین زمستون در شهر دوشنبه، من آسمان یک برداشتم و شعر نوشتم با نام پاداش. زمستون شد گل بادام ترحم نیست سردی را، بهار آوردی و دادند به پاداشی تو دردی را. دویدی آمدی چون طفل به شهر و دیه و خانه، نوشتی در تنی بادام عجب حرفی بهارانه. نوشتی در تنی بادام بهار آمد، دلم با مخچه‌ات می گفت دلی من بیقرار آمد.
نوشتی نامه بویت به زنبوری اصلها هم رهش را یافت بوی تو با ابیات و غزلها هم ولی تو بیخبر بودی ز مکر و فند سرمایی هزاران سال هم گوید نخواندی پند سرمایی لبی هر برگ تو پژمرد ز بیرحمی برفی سرد پیامی سبز زیبایی مبدل شد به شعری درد لبی واگشته مخچه به لب زد مهر برفی را تنی بادام زدن دیگر نخواهد مهر حرفی را زینو این خلق بی‌پروا لباسی گرم پوشیدند ولی گلهای زیبایت به تن آزرم پوشیدند چه هم گویند سوزی دل به تو بنموده همدردی گلی بادام تو باید صبر میکردی. ما در این حالت راه تصویرش شروع افتگی در تنه بادام چی نوشتگی در دهن غنچه سخنش بستگی دیگه یخ کنندگی طرز تصویرش وای است نه بسیار نوست یعنی که شعری پخته کامل است یعنی صد همین لحظه از صمیم دل از چشمه های گرمی احساسات پدرانه که نسبت شما داریم 4 مصرع شعر در خاطرم ایجاد شد اگر باشد که برای شما خوانم قناعت ده یزدان به او بخت و سعادت ده یزدان بماند زنده تا از بحر ملت تن و جانی سلامت ده یزدان. رحمت انشالله که حالی کاملا گل میکنید میشکفید تبتون کشاده میشد و ثمر میارید و این ملت آینده سرپرستی و وای میکنید حمایت میکنید به خاطر اینکه دیگه ما کارمون نکردیم. با شما سلامتی میخوایم و برای اجرای همین نقشه‌هایتان و شما برای کامیابی آرزومندیم و دوستان عزیز یادآور میشیم که این نمایش ما بود با شرکت شاعر خلقی تاجیکستان استاد مومن قناعت. شاعران بزرگ ما شهرت نمیجوستن مثلا حافظ شهرت نمیجوست و از شهرت بیزار بود خودش هم کناره میگرفت و به هر حال میخواستم این لحظه در نزد شما این مصرع ها را قرائت بکنم و البته مصلحت استادانه شما رو بگیرم. شعر نوشته که گفت اگر لاهوتی حاضر اینجا میمود در پهلوی لاهوتی تو میشنوندم. شاعر شعر بهترینش رو نگفته میمیره. شما به اثر همین دو اندیشه چه فکر رو بیان کرده میتونید؟ نوروز زیروی مهربانی امروز یک لاله قزک در لبک بام افروز. نوروز مرا با وصل یارم برسان چون روزی وصال داده بر شب و روز.